نام خدا. دوستان سلام. در این ویدیو بررسی میکنیم استخوان کشکک زانو یا همون پتلا رو. مطالبی که ارائه میشه خدمتتون از کتاب فیزیولوژی اوتیسم و برنستورم پگی هستش، دو تا از کتاب‌های خوب در حیطه فیزیولوژی. استخوان کشکک جزو استخوان‌های سزاموئید یا کنجدی هستش. این استخوان‌ها داخل تاندون‌ها قرار می‌گیرند و به عنوان قرقره عمل می‌کنند. در دست‌ها و پاها تو اندازه‌های مختلف وجود دارند. دو موردی که میتونم بهتون اشاره بکنم، دو تا استخوان ریز در استخوان‌های کف پا در متاتارس اول و خود استخوان کشکک هستش. استخوان کشکک در داخل تاندون عضله چهارسر قرار داره که میاد میچسبه به استخوان تیبیا. در حقیقت این تاندون رو به دو قسمت، تاندون چهارسر و تاندون کشکک، تقسیم میکنه. محل قرارگیریش هم در حقیقت بین کندیل های داخلی و خارجی سر استخوان فمور هستش، روی سطح قدامی که قابل لمس جلوی زانو هست و سطح خلفی که در تماس هست با اپیکندیل های زانو. در کتاب کینزیولوژی 3 تا مفصل اشاره شده، به جز مفصل داخلی، سطح مفصل داخلی و سطح مفصل خارجی. یک سطح مفصل عجیب هم معرفی شده که به همین نام هم اسم گذاری شده. نمای زیبایی داریم از محل قرارگیری استخوان کشکک. رویهای مفصلی که ما میخوایم مطالعه کنیم یا در موردش صحبت میکنیم، قسمت هایی هستش که در تماس با فمور هستش، قسمت هایی که مشاهده میکنید، و کشکک در حالت ایستاده و اکستنشن کامل در بالاترین نقطه خودش قرار داره. اما عملکرد استخوان کشکک، استخوان کشکک در واقع به عنوان استخوانی که بازوی گشتاور عضله چهارسر رو، نیروی عضله چهارسر رو بالا میبره عمل میکنه. توجه کنید به شکل سمت راست که استخوان کشکک وجود نداره. طول بازوی گشتاور MA2 در مقایسه با MA1 تصویر سمت چپ کوتاه‌تر هست. همین امر باعث میشه که نیروی گشتاور خیلی کاهش پیدا بکنه. در مواردی خاص که این استخوان رو از تاندون در میارن، باعث کاهش قدرت اکستنشن زانو میشه. نکته جالبی که میشه بهش اشاره کرد، حرکت استخوان کشکک هست هنگام فلکشن و اکستنشن زانو. در زاویه 20 درجه بین استخوان فمور و تیبیا، استخوان کشکک در بالاترین نقطه خودش قرار داره، همونجوری که در شکل میبینید. وقتی زاویه به 45 درجه فلکشن میرسه، پایین تر میاد و در 90 درجه در راستای استخوان فمور قرار میگیره. سطح تماسش هم همینطور، در 20 درجه کمترین، 45 درجه بیشتر میشه و 90 درجه بیشترین حالت رو در تماس داره. البته تو کتاب برنستورم هم اشاره شده به سطح تماس ها که در 60 درجه بیشترین تماس هستش. مطلب بعدی حرکت استخوان کشکک هست. موقعی که از فلکشن به اکستنشن حرکت میکنه استخوان تیبیا، کشکک از پایین به سمت بالا حرکت میکنه و موقعی که از اکستنشن به سمت خم شدن یا فلکشن میاد، کشکک زانو به سمت پایین حرکت میکنه. در این ویدیو قشنگ میتونیم ما حرکت استخوان کشکک رو ببینیم. و از یه نمای دیگه از روبرو
امیدوارم که مفید بوده باشه براتون این ویدیو. ممنون.